سلام دوستای مهربونم، امیدوارم که حال تک تکتون عالی باشه. امروز اومدم با یه رسیپی فوق‌العاده خوشمزه زرش پلو با مرغ رستورانی بریم که با هم درستش کنیم. خب اینجا برنج رو از 3 ساعت قبل توی آب خیس کردم. مرغم 10 دقیقه توی آب جوش برای گرفتن هورموناش جوشوندم. فلفل دلمه 3 عدد، پیاز 3 عدد متوسط، زرش به مقدار دلخواهتون، ادویه شامل فلفل سیاه، پاپریکا، نمک، دارچین، سماق، پودر تخم گشنیز و زیره. خب مرغ رو میخوام با ادویه هایی که بهتون گفتم طعمدار کنم کامل. ادویه ها رو با مرغ کامل ترکیب میکنیم، ماساژ میدیم، ادویه به خورد مرغ بره. خب من مقدار کمی هم زعفرون اضافه میکنم که مرغ ما حسابی خوشمزه و خوش‌طعم بشه و خوب ماساژ میدم که ادویه و زعفرون به خورد مرغمون بره و 1 ساعت داخل یخچال میذارم که طعمدار بشه. خب پیازم رو با کمی روغن تفت دادم. پیاز که نرم شد، فلفل سیاه، پودر تخم گشنیز، نمک و زردچوبه اضافه کردم و کامل تفت میدم که پیازمون طعمدار و خوشمزه بشه. خب وقتی که پیاز سرخ شد، یعنی نیمه سرخ شد، 3 قاشق غذاخوری رب رو بهش اضافه میکنیم. 10 دقیقه رب رو کامل تفت میدیم که رب رنگ خودش رو پس بده یا به اصطلاح همون خوش رنگ بشه. خب مقدار کمی هم کره اضافه میکنم و بعد از 1 ساعت مرغای داخل یخچال رو بیرون میاریم و بهش اضافه میکنیم. حدود 15 الی 20 دقیقه بستگی به ذائقه‌تون داره. مرغ رو میذاریم داخل این مواد کمی سرخ یا نیمه طلایی بشه. بعد از 1 ربع که مرغ ما تقریبا نیمه سرخ و طلایی شده، من 2 تا دونه هلم اضافه میکنم. برای طعم مرغ بی‌نظیره، عالیه. خب اینجا دیگه وقت اونه که فلفل دلمه‌ای های خورد شده‌مون رو بهش اضافه کنیم که مرغمون یه لعاب خوش آب و رنگ رستورانی خوشمزه رو به خودش بگیره و به اصطلاح روغنش رو بهش اضافه کردم که باز اختیاریه. 1 لیوان یا 1 پیمانه آب جوش به مرغمون اضافه میکنیم و در قابلمه رو میذاریم بره که واسه 1 ساعت الی نیم ساعت کامل پخته بشه. خب برنجمون هم آبکش کردم با ته‌دیگ نون لواش، کرم روش گذاشتم به مدت 45 الی 55 دقیقه پخته بشه. زرشکمون با کمی روغن داخل تابه زرشکمون رو تفت میدم و بهش 1 قاشق سرپور شکر اضافه میکنم که با توجه به ذائقه‌تون میتونید بیشتر یا کمتر اضافه کنید. خب من اینجا زعفرونم مقدار کمی اضافه کردم. خب بعد از این که زعفرون با زرش رو کمی تفت میدیم، برای خوش عطر و طعم بودن زرشکمون مقدار 2 قاشق سرپر گلاب هم برای عطر و طعم بی‌نظیرش اضافه میکنیم. خب زرشک من اینجا آماده است، اما با شعله رو به پایین مجدد روی حرارت هست. برنج من پخته، به زرشکم اضافه میکنم و خوب ترکیب میکنم. زرشک و برنج و مقدار 1 پیمانه من اضافه کردم. شما میتونید بیشتر یا کمتر اضافه کنید. خب این غذای خوشمزه ما هم آماده سرو شده. زرش پلو با مرغ رستورانیمونم آماده شده. امیدوارم شما هم در کنار خانواده درست کنید و لذت ببرید. دوستای خوبم کامنت هر نکته نظری که دارید خوشحال میشم کامنت کنید برام و زنگوله رو فعال کنید که از پستای
آموزشی بعدی مطلع بشید.